سلام و وقت بخیر. درباره گروه ویان یا گروه روانپزشکی و روانشناسیه که چند سال قبل تأسیس شد، پا گرفت. سعی کردم مجموعی از بهترین روانپزشکان و روانشناسان ایران رو گرد هم بیارم. سالها با هم کار کردیم. اعتماد مردم رو داریم پشتمون، اعتماد جامعه دانشگاهی رو داریم پشتمون. وارد هیچ کدوم از این هیته هایی که احیانا اعتماد مردم رو نسبت به ما خراب کنه نشدیم هرگز. سعی کردیم هم حرفمون باشه، راه امرار معاشمون باشه و خب زندگی ماست، زندگی ما از این راه میگذره، و هم فضای علمی رو حفظ کنیم، شرافت حرفه‌ای داشته باشیم در حوزه های مختلف برای کودک، نوجوان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان. ما در حوزه روان درمانی، زوج درمانی و درمان دارویی داعیه داریم. الان با اطمینان خاطر میتونم بگم که داعیه داریم برای اینکه خوبیم و قابل اعتماد هستیم. حتما خطا هم تو کارمون هست، قصور هم هست، امکان نداره نباشه، اما سعی میکنیم واقعا که بهترین باشیم و اسممون رو حفظ کنیم. سعی میکنیم که محل اعتماد مردم باشیم. این کوچکترین کاریه که از دستمون برمیاد. مدت هاست که دیگه درمانگر جدید هم نگرفتیم و سعی میکنیم که با همین تیمی که هست، همین تیم هی قدرتمندتر باشه و حرفه‌ای تر کار کنه و دیگه کسی رو هم آزمون و خطا نکنیم که بیاد، حتی مگر اینکه با این قصه مهاجرت درمانگرا به هر حال مواجه هستیم. درمانگرای ما مهاجرت میکنند، میرن و وقتی که از ایران میرن تقریبا ارتباطشون قطع میشه با ما و با مراجعینشون. کارش هم نمیشه کرد به خاطر اینکه خب میرن اونجا شروع میکنن به کار و مسئولیت های جدید و اینها میگیرن. در این صورت میتونیم درمانگر جدید جایگزین کنیم که خب مراحل خودشو داره و حتما از معرف های خیلی معتبر و جاهای معتبر و یعنی ما فقط به رزومه و اینا 20 صفحه 30 صفحه یکی برای ما رزومه بفرسته نگاه نمی کنیم. حتما نگاه میکنیم ببینیم که کجا کار کرده، چرا میخواد اونجا ترک کنه، نگرش اون آدمای قبلی بهش چی بوده و خیلی از این چیزا. خیلی ممنون از اعتمادتون. مثل همیشه پیج من، پیج گروه ویان دایرکتش در دسترس هست. برای هر گونه سوال و انتقادی مدیر ما سرکار خانم قاسمی تلفنش رو پای همین ویدیو میگذاریم. اگر یک موقعی انتقادی، سوالی، چیزی هست، مشکلی هست، جایی با ایشون میتونید در میون بذارید. خیلی متشکرم. ارادتمند.